پدرم در حالی که فلوت عاج کوچیکی رو به دستم میداد گفت بیا اینو بگیر و هر وقت که تو سرزمین‌های بیگانه با نواختن اون باعث نشاط خاطر مردم شدی از پدر پیر خودت یاد کن. اکنون دیگه وقت اون رسیده که دنیا رو سیاحت کنی و دانشی یاد بگیری. من این فلوت رو برات تهیه کردم چرا که تو به چیزی جز آوازخوانی علاقه من نیستی. فقط به خاطر داشته باش که همیشه آوازهای شاد و نشاط انگیز بخونی. در غیر این صورت قدر موهبتی رو که خدا به تو ارزانی داده نشناختی. پدر عزیز من از موسیقی زیاد سرشته نداشت. اون دانشمند بود. اون خیال میکرد که تنها کاری که من باید بکنم اینه که تو فلوت زیبای کوچک خودم بدمم. همین و همین. من مایل نبودم اونو فریب بدم. از این رو ازش تشکر کردم، فلوت رو داخل جیبم گذاشتم و راهی سفر شدم. کتابی که میخوام بهتون معرفی کنم اسمش خبرهای عجیب از ستاره دیگره، نوشته هرمان هسه. در مورد اینکه هرمان هسه کی بوده بهتره بگیم که شاعر و نویسنده آلمانی که در سال 1877 در آلمان به دنیا میاد. نوشته‌هاش همیشه طعم روانشناختی، طعم معنویت و انسانشناسی داره. با داستان‌هایی که می‌نویسه و مطالبی که درج می‌کنه میخواد انسان رو با اون درونیات همیشگی خودش آشتی بده، انسان رو به سفر شناخت ببره. کلماتش همیشه بوی مسافرت میده و من توصیه میکنم که حتما این کتاب قشنگ رو بخونید و ازش لذت ببرید.